خیلی وقت شده است که دیگر جواب خوبی ها خوبی نیست. بعضی آدم ها به زندگیت آمده تنها خاطر رسان میکنند که هنوزم نباید به کسی باور کنی. از این پس آدم نمیخواهد که همه چی درست شود. میخواهد همه چی تمام شود. اولین باره که دیدمت در آینه های ماشین رو توزیع میکردی. گفتی هیچ کسی رو ندارم، زیر پر و بالم گرفتمت. راستی اول از اوی دلسوزی بود، بعد دیدم که نه، ارزنده هم هستی. هر جا که رفتم دادر خورده هم از گفتم. آخران وقتا سر هر سودای روانت میکردم حساب و کتاباش درست نمی آمد. مثل سگ شبهه کردم. مجبور شدم که امتحانت کنم. با یادداری چی گفته بودم؟ میگفتم آرزو کن نامردم اگر برآورده نکنم. ولی تو چیکار کردی؟ همه اینها یک طرف و باز با ناموس